سلام به شما. خب آماده اید بریم سراغ یکی از هیجان انگیزترین بازی‌های اخیر لیگ چمپیونز؟ سلام، حتما. کدوم بازی؟ بازی برگشت نیمه نهایی اینتر و بارسلونا تو سنسیرو. آها، اون بازی فوق‌العاده. دقیقاً. منبعمون هم خلاصه ویدیویی بازیه و می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به لحظه‌های کلیدی، گل‌ها، اون تصمیم‌های بحث برانگیز. آره، یعنی واقعاً یه درام کامل بود، پر از اتفاق. هدفمون اینه که ببینیم چطور این نتیجه عجیب و غریب رقم خورد. یه کلاسیک واقعی چمپیونز لیگ بود مگه نه؟ 100%. خب شروع کنیم. بازی تو سن سیرو بود و از همون اولش معلوم بود یه بازی آتیشی در پیشه. اینتر خیلی زودم به گل رسید. آره، لاوتارو مارتینز، کاپیتانشون، یه پاس عالی از دیمارکو اومد، بعدش دامفریز فرستاد و لاوتارو کارو تموم کرد. چه شروعی برای اینتر. بله، این گل زود هنگام قشنگ بارسلونا رو تحت فشار گذاشت. نشون داد اینتر فقط برای دفاع نیومده. بارسلونا البته سعی کرد سریع جواب بده. یادم یه صحنه‌ای بود پدری فکر می‌کرد پنالتیه. آره، ولی داور گفت ادامه بدید. اما خب طولی نکشید که داور یه پنالتی گرفت. ولی این بار برای اینتر. روی مارتینز بود فکر کنم. دقیقاً. خطای کوبارسی روی لاوتارو اولش داور رد کرد، ولی خب VAR وارد شد و پنالتی رو تایید کرد. این VAR هم داستان خودشو داره همیشه. آره، تنش رو میبره بالا. بعدش هاکان چالانوغولو رفت پشت توپ و خیلی خونه سرد زد تو گل. آره، نتیجه کلی شد 5-3 به نفع اینتر. به نظر میرسید دیگه اینتر کارو تو نیمه اول تموم کرده و راحت میره رختکن. ولی نیمه دوم اصلا یه داستان دیگه بود. کاملا، یعنی بارسلونا انگار یه تیم دیگه شده بود. فقط 8 دقیقه گذشته بود که اریک گارسیا گل زد. اریک گارسیا واقعا کسی انتظار نداشت. اصلاً یه والی خیلی قشنگ زد. این گل فقط یه گل نبود، یه جرقه بود انگار. امید برگشت به بارسا. جوه بازی کاملا عوض شد داره. اینتر یه گلم زد که آفساید گرفتن از چالانوغولو. درست بود آفسایدش. ولی فشار بارسا وحشتناک شد و نتیجهش رو هم گرفتن. گل تساوی 5-5. باور نکردنی بود. یه ارسال دقیق دیگه، یه ضربه سر. بارسا برای دومین بار تو همین نیمه نهایی 2 گل عقب افتاده بود و برگشته بود. عجب روحیه‌ای. یا شاید هم ضعف اینتر تو مدیریت بازی بود، نمیدونم، ولی خیلی عجیب بود. و درام ادامه داشت. یه صحنه مشکوک دیگه تو محوطه اینتر. آره، خطای میخیتاریان. داور اولش پنالتی گرفت، ولی باز وار اومد و گفت بیرون محوطه بوده خطا. وای چه لحظات پرتنشی. خیلی. حمله های بارسا ادامه داشت تا اینکه رافینیا. آخ گل رافینیا. یه حرکت انفرادی عالی و یه شوت دقیق با پای راست از بیرون محوطه. 6-5 به نفع بارسا تو مجموع. دیگه همه فکر کردن کار تمومه. بارسا کامبک رو کامل کرد و تو راه فیناله. دقیقاً، کنترل بازی کاملاً دستشون بود. اما این پایان ماجرا نبود. درست لحظات آخر 90 دقیقه وقتی همه منتظر سوت بودن، دنزل دامفریز باور نکردنی، همون که پاس گل اول رو داده بود، یه شوت وحشتناک از راه دور. غیر قابل مهار بود واقعا. 6-6. اولین گل فصلش تو چه لحظه‌ای هم زد. واقعا اوج هیجان. بازی رفت وقت اضافه. و تو وقت اضافه اول اینتر دوباره جلو افتاد. داوید فراتسی بازیکن تعویضی بود، درسته؟ آره، تازه اومده بود. روی یه ضد حمله و پاس عالی تورام گل هفتم اینتر رو زد. 7-6. اینجا دیگه مشخص شد تعویضا و شاید خستگی بارسا چقدر اثر داشته. بارسا بازم ول نکرد. البته تو دقایق آخر با همه توان حمله کردن. لامین یامال، لواندوفسکی موقعیت داشتن. ولی اینجا دیگه یان زومر بود که درخشید. چند تا سیو عالی داشت. یه توپم خورد به تیر دروازه. دیگه نشد که بارسا برگرده. و سوت پایان. آره، بالاخره سوت پایان زده شد و اینتر بعد از 120 دقیقه جنگ واقعی با نتیجه مجموع 7-6 برد و رفت فینال. برای دومین بار تو 3 سال اخیر. دقیقاً، یه نمایش فوق‌العاده از هر دو تیم. قشنگ نشون داد چرا چمپیونز لیگ بهترین تورنمنت باشگاه